احمد خوشگله، حالا چطوره؟ سلام قربان. سلام. ببینم عموجون منزل هستن؟ بله. عموجون؟ آره دیگه، آقا رو میگم نیستن؟ نه خیر، ایشون تشریف بردن شهر، همین الان رفتن. خیلی خب، مهم نیست که خونه نیستن. تو برو در سالن باز. چشم قربان، همین الان باز میکنه. هی بچه‌ها، چرا اونجا وایسادین؟ یالا بیاین تو معطل نکن. اینو که همه دنیا میدونن، پرسیدن نداره. عموجون بنده کمال‌الدین خانه دیگه. نگاه کنید چه دم و دستگاهی داره. چرا دستور نمیدی ازمون پذیرایی کنم؟ راست میگی ها، نمیدونم چرا خودم یهو گیج شدم. آی پسر اینجا؟ بله قربان بفرمایید. اینایی که میگم بیار. برو چای بیار، شیرینی بیار، شربت بیار، میوه بیار، هر چی داری برو ببینم. خب بچه‌ها با یه آهنگ و یه خورده غیر دادن موافقین؟ این سر و صدا چیه؟ وای وای وای، نمیدونم ارباب چرا هنوز نرفته برگشت. ها؟ قربان مهموناتون اومدن. مهمونا؟ این پروفسور پیر کیا رو با خودش آورده؟ اونا پیر نیستن، 4-5 تا دخترم با برادرزادتون اومدن. برادرزادن با دختر؟ عجیبه. به من که ساکت بچه ها دیگه بسه تموم. خب هر چقدر رقصیدین دیگه بسه. حالا یه خورده ویتامین گیری کنین. موافقین؟ آره. قربون آدم چیز فهم. خیلی خب، شاید تا حالا سیب خوب تو زندگیتون زیاد خورده باشین، اما سیبای خانم و جون من سرخ و گندن. حتما تا حالا نخوردیم برای بچه ها. این سیبای باغ عمو جون من تو دنیا مشهور و معروفن. مرسی. ببینم نکنه عمو جونت بیاد خونه و ببینه ما تمام سیباشو خوردیم اون وقت عصبانی بشه تو رو کتکت بزنه ها. عمو جون من اینقدر آقاست و اینقدر ولخرجه که فکرشو نمیتونی بکنی. از طرفی تو نمیدونی که عمو جونم چقدر منو دوست داره. اگه الان خودش اینجا بود و میدید که کامبیز برادرزاده عزیزش اینجاست و همراهش هم یه گله دختر خوشگل آورده که تمام سیبا رو بریزن تو خندق بلا، از خوشحالی میترکید. بخور دیگه، بخور مال مفت دختر، بخور. چرا همینطوری منو بر نگاه میکنی؟ خب پدای سرت کشی کرد، نه سلامی نه چاق سلامتی نه احوال پرسی. یه جوری به من زل دادی مثل اینکه عمو جون تو اصلا نمیشناسی، یا اینکه فکر کردی من یه هیولا هستم. آره چی؟ یالا عمو جون تو بغل کن. چشم قربان بغل میکنم. خدا بنده خودم سپردم به خودت. آفرین بر تو برادرزاده جسور، باریکلا. تو اصلا آدم عجیبی هست. بله. هر چقدر بهش محبت میکنم بازم من وحشت میکنم. الان یاد اون وقتا افتادم که این کوچیک بود، من تو رو بغلت میکردم، تو هم مرتب رو لباسای من جیش میکردی. کجا داری میری؟ نمیتونستی قبل از اومدنت یه تلگراف بزنی به عمو؟ چرا؟ ولی آخه چرا فرار میکنی؟ آخه چی؟ آخه اینجا راستی نگفتی این دختر خانوما که اصلا چرا به من معرفیشون نمیکنی؟ چش اون یکی اسمش فیروز است، سیب خیلی دوست داره، بقیه هم سیب نخوردن، همه از دوستای خوب و وفادارشن. بله. پس فیروزه دوست دختر توه ها؟ بله، یعنی نه خیر، اما دختر تو دلبرویی ها. بله خوب چیزی. خب بچه ها
میخوام امروز همگی با هم نهار بخوریم. موافقی؟ موافقی یا نه؟ نه خواهش میکنم به خودتون زحمت ندید. ما به اندازه کافی بهمون خوش گذشته. واقعا دیرمون شده باید بریم دیگه. زحمتو کم میکنم. تعارف میکنی پس بذاریم برای یه روز دیگه. باشه عمو جان باشه. پس با اجازه شما بیایم بریم بچه‌ها. منم که دم در باهاتون میام. چوب کاری نکنین عمو جان. خیلی متشکرم عمو جان. واقعا از پذیرایی شما ممنونم. خداحافظ شما. ببینم چجوری میخواین همه رو تا شهر برین؟ چطور ماشین منو ببرین ها؟ نه متشکرم عمو جان. ما خودمون ماشین داریم. ماشین اون پشت اون تپه است. بسیار خوب اشکالی نداره. هر جوری که میلتونه. خداحافظ عمو جان. خداحافظ. بریم. چطور بود؟ خوب بود خونه عمو جون من؟ خیلی به این میخندی؟ این کلا که مال من نیست. یه دقیقه صبر کنین الان برمیگردم. کمال‌الدین خان من تعریف شما رو زیاد شنیده بودم ولی حالا برام یقین شد که شما یه فرشته این واقعا. من که کاری نکردم پسر جان. منم از این کارا زیاد کردم. برو جانم برو خوش باش. هر وقتم احتیاج پیدا کردی فوراً بیا پیش من. از اینکه منو پیش دخترا روسیا نکردین یه دنیا ازتون متشکرم. قربون شما. خدا به همراهت پسر. او راستی یادم رفت اینو بهتون بدم. من کلاه شما رو برشتم. باشه سر خودتون. قربون شما. خداحافظ.